سراغ حساب ببینیم حساب چیه، تعریفش چیه. ببینیم حساب خیلی مهمه در حسابداری. حساب پایه اصلی سیستم حسابداری که برای تجزیه تحلیل و ثبت عملیات به اون نیاز داریم. حساب یه خط افقی داره، یه خط عمودی داره، یه به شکل تیه. اینو بهش میگن حساب. این بالا اسم حساب رو می‌نویسی به عنوان نمونه موجودی نقد. سمت راست مبلغ بدهکار رو می‌نویسی، سمت چپ مبلغ چی رو می‌نویسی؟ قطعا باید بگی بستانکار. اینو بهش میگن حساب تی. اینو بهش میگن حساب تی. نگاه کن اینجا وارد شد. نام حساب اینجا نوشته میشه، بدهکار سمت راسته، بستانکار سمت چپه. پس همیشه یادت باشه بدهکار سمت راسته، افزایش بدهکار سمت راست و افزایش بستانکار سمت چپ. اینو همیشه یادت باشه، بدهکار سمت راست، بستانکار سمت چپ. حالا بریم سراغ قواعد بدهکار بستانکار کردن. ببین خیلی ساده است. این معادله حسابداری ماست. ببینش. دارایی دارایی وقتی که افزایش پیدا کنه بدهکار میشه. یعنی تو این تی داراییات به عنوان نمونه وجه نقد، اگه به وجه نقدت مثلا 2 میلیون اضافه بشه باید کجا بنویسی؟ نوشته افزایش بدهکار، بعد سمت راست بنویسی. کاهش بستانکار، اگه 2 میلیون پول ازت خارج بشه باید کجا بنویسی؟ پول وقتی که خارج میشه یعنی داره کم میشه دیگه، کاهش پیدا میکنه، باید سمت راست بنویسی یا سمت چپ. آفرین، گفت میگی کاهش پیدا کرده، کاهش بستانکاره، من باید سمت چپ بنویسم 2 میلیون. تمام شد و رفت. به همین راحتی، همین راحت. سرمایه برعکس سرمایه و بدهی برعکس داراییه. به عنوان نمونه بدهی، خب فرض کنید رفتی یه چیزی رو به صورت نسیه خریدی، ادعای یک شخصی غیر از مالک نسبت به دارایی مؤسسه، بهش میگن حساب پرداختنی. خب فرض کن رفتی تجهیزات خریدی به صورت نسیه 2 میلیون. وقتی که تجهیزات بخری به صورت نسیه 2 میلیون یعنی که حساب پرداختنی رو بردی بالا، ایجادش کردی دیگه، قراره بری پرداختش کنی دیگه. وقتی که قراره بری پرداخت کنی این پول تجهیزاتو یعنی حساب پرداختنی ایجاد کردی. یه وقتی که ایجاد کردی یعنی بردیش بالا، حساب پرداختنی رو بردی بالا. افزایش حساب پرداختنی بدهی کجاست؟ بستانکار 2 میلیون اینجا بنویسی. خب الان سر ما شده، میخوای بری حساب پرداختنی تو تصفیه کنی، میخوای بری حساب پرداختنی تو چی کار کنی؟ تصفیه کنی. ها، وقتی که بخوای حساب پرداختنی رو تصفیه کنی آیا حساب پرداختنی کم نمیشه؟ بله، بدهیمون کم میشه، حساب پرداختنی کم میشه. خب بدهی کاهشش کمش کجاست؟ بدهکار. پس باید این 2 میلیون رو سمت راست بنویسی. به همین راحتی، به همین راحتی. نگاه کنید، حساب دارایی افزایشش در سمت راست نوشته میشه، کاهشش در سمت چپ نوشته میشه، بستانکار میشه. بدهی و سرمایه برعکسه، افزایشش سمت چپه، بستانکاره، کاهشش اینجاست. حالا بریم سراغ دفترداری. حالا در مورد دفترداری حساب الان میریم جلوتر، ماندگیری هم کامل توضیح میدم. بریم جلو بررسی کنیم اینا رو. به عنوان نمونه نگاه کنید، حساب دریافتنی وقتی که 2 میلیون بره بالا افزایش کجاست؟ بدهکار. کاهش کجاست؟ بستانکار. حساب پرداختنی افزایش کجاست؟ بستانکار. کاهش کجاست؟ بدهکار. برعکس اینه، نگاه کن، قشنگ برعکس هم دیگه، قشنگ بدهکار بستانکارشون برعکس هم دیگه است. مثالا خیلی قشنگ توضیح دادن واقعا. نگاه کنید، اول فروردین آقای پویان 40 میلیون وجه نقد به عنوان سرمایه وارد مؤسسه مسافربری کرده. خب وقتی که پول وارد مؤسسه کرده پول میره بالا یا میاد پایین؟ قطعا پول میره بالا. آقای بخشین چه سوالیه؟ پول مگه دارایی نیست؟ بله داراییه. خب آقای بخشی دارایی گفتید به ما اگر بره بالا چی میشه؟ بدهکار میشه. چه جالب، چه جالب. پس من باید بیام این تی رو بنویسم، اسمشو بذارم وجه نقد، 4 میلیون افزایش پیدا کرده، بدهکار میشه. چه جالب شد آقای بخشی. بله خیلی جالب شد. پس میشه موجودی نقد افزایش پیدا کرده،
موجودی نقد یک داراییه، افزایش در دارایی چیه؟ بدهکاره. پس موجودی نقد بدهکار 4. خب به عنوان چی آورده؟ سرمایه. کی نسبت به این 4 میلیون ادعا داره؟ مالک. وقتی که مالک نسبت به این 4 میلیون ادعا داره اسمش میشه سرمایه. پس یه چی دیگه میکشم به اسم سرمایه. خب سرمایه رو ایجاد کرد. ایجاد کردن یعنی چی؟ یعنی افزایش دادن. سرمایه وقتی که افزایش پیدا کنه بدهکار میشه بستانکار. احسن، باریکلا، بستانکار میشه. همین راحتی. اینجا هم نوشته شد. بریم مورد دومی. در 10 فروردین آقای پویان 500,000 تا اساسه خریداری کرده. وقتی اساسه بخری یعنی که اساست میره بالا دیگه قطعا. یعنی اساست رفته بالا. اساسه یک داراییه، یعنی دارایی رفته بالا. دارایی وقتی که بره بالا چی میشه؟ بدهکار میشه. پس اساسه بدهکار 500,000. خب دارایی این اساسه رو به صورت نقدی خریدی. وقتی که نقدی پول بدی پول زیاد میشه کم میشه؟ قطعا پولت کم میشه. پس موجودی نقدت کاهش پیدا میکنه. موجودی نقدت یک داراییه. کاهش دارایی چیه؟ بستانکاره. احسن، باریکلا. پس موجودی نقد رو باید 500,000 تاشو سمت چپ بنویسم. 4 میلیون هم که از اول داشتم بابت سرمایه گذاری. چقدر جالب شد. به این مورد 3. 15 فروردین آقای پویان مبلغ 4 میلیون 500 وسایل نقلیه خریده. خب وقتی که وسایل نقلیه بخره آیا وسیله نقلیه‌مون نمیره بالا؟ بله، وسیله نقلیه‌مون میره بالا. وسیله نقلیه‌مون مگه دارایی نیست؟ بله، یک داراییه. پس میشه وسایل نقلیه یک دارایی. دارایی هم افزایش پیدا کرده رفته بالا، پس بدهکار میشه. پس بدهکارمون میشه وسایل نقلیه. 1.5 شو نقد داده، یعنی از موجودی نقدمون کم شده. موجودی نقدمون یک داراییه، کاهش در دارایی میشه بستانکار میشه. مابقیشو گفته بعداً میام بهت پرداخت کنم. یعنی تو نسبت به این وسایل نقلیه 3 میلیون ادعا داری. مؤسسه فلان آقای پویان، چی مؤسسه ایکس و وای زد، نسبت به این 4,500 دارایی توی مؤسسه ادعا داری. پس اسمش میشه بدهی. اسمش چیه؟ بدهی. چه بدهی؟ حساب پرداختنی. قرار بعداً به پرداخت کنی. حساب پرداختنی ایجاد کرد یعنی افزایش پیدا کرد. افزایشش میشه بستانکار. به همین راحتی. موارد بعدی هم همینجور ثبتاش زده میشه. انشاءالله خودتون داخل جزوه میخونید. چیز خاصی نداره. میمونه درآمد و هزینه که انشاءالله جلسه بعدی در موردش توضیح میدیم. در مورد درآمد و هزینه چون این فصل خیلی سنگینه نمیشه همه مواردش یک جا به شما گفت. خب و بریم ببینیم چند تا تست میشه در موردش زد. آره میتونیم تستا رو بزنیم. خب تستای به جز درآمد و هزینه رو میزنم با هم دیگه. خب منابع اقتصادی که متعلق به واحد اقتصادی که انتظار میره در آینده منفعتی برای ما ایجاد کنه معلومه دیگه، اسمش داراییه. کدوم یک از فعالیت‌های زیر بر دو طرف معادله حسابداری اثر میگذارد؟ دونه دونه چک کنیم. دریافت مطالبات. وقتی که شما مطالباتتون رو بگیرید یعنی که پولتون زیاد شده. احسن، وجه نقدتون زیاد شده. خب از اون طرف مطالبات وقتی که بگیری یعنی که کم میشه دیگه. مطالبات همون حسابای دریافتنیه. مطالبات یا حسابای دریافتنیتون کم میشه. خب مگه وجه نقد و مطالبات هر دوتاش دارایی نیستن؟ بله. پس یک دارایی رفته بالا، یک دارایی اومده پایین. پس فقط بر روی یک طرف معادله تاثیر میگذاره، بر روی دارایی تاثیر میذاره. پس این گزینه نیست. تمام شده رفت. خرید نقدی دارایی. خب یک دارایی خریدی، یک دارایی رفته بالا، از اون ور نقدی خریدی یعنی موجودی نقد پول دادی دیگه، موجودی نقدتو کم کردی. پس یه دارایی رفته بالا، یک دارایی اومده پایین. پس جمعاً بر روی جمع دارایی تاثیر نذاشته و فقط هم بر سمت دارایی ها تاثیر گذاشته. یه دارایی رو برده بالا، یک دارایی رو برده پایین. پس کاری به بدهی و سرمایه نداشته. پس بر روی دو طرف معادله یعنی بدهی و سرمایه و دارایی تاثیر نذاشته، فقط بر روی دارایی ها تاثیر گذاشته. این هم از این. مورد دال، فروش وسایل نقلیه به قیمت تمام شده. خب وقتی که یک وسیله نقلیه رو بفروشی
پولی اومده به حسابت، وجه نقد رفته بالا، از اون ور یک دارایی دیگه به اسم وسیله نقلیه کم شده، باز هم یک دارایی رفته بالا، یک دارایی اومده پایین و کلا بر روی دارایی ها تاثیر گذاشته، کاری به بدهی و سرمایه نداشته. پس اینم نمیشه. دریافت وام از بانک. وام وقتی از وام بگیری از بانک، خب معلومه پول زیاد میشه دیگه، پول زیاد میشه. از اون ور باید بری وامو پرداخت کنی. ادعایی که بانک نسبت به مؤسسه داره میشه وام پرداختنی، میشه یک بدهی. یک بدهیت هم رفته بالا، پس یک داراییت رفته بالا، یک بدهیت هم رفته بالا، پس بر روی دو طرف معادله تأثیر میذاره. پس میشه گزینه به. تست خیلی قشنگی بود. سوال 3: کدوم یک از فعالیت‌های زیر برای یک طرف معادله اثر میگذاره؟ گفتیم اینجا دیگه وقتی که مطالبات رو دریافت کنی وجه نقدت میره بالا، مطالبات یا حسابهای دریافتنیت میاد پایین و فقط برای دارایی‌ها تاثیر میگذاره. پس میشه فقط گزینه به. خرید نسیه که میشه دارایی بده کار، دارایی یه دارایی رفته بالا، از اون ور نسیه بوده یعنی بدهی هم رفته بالا، اینم که کلا دوتاش بدهیه. در موردش صحبت می‌کنیم. مورد بعدی سوال 4: باز هم وصول مطالبات رو داریم میبینی. کدام یک از فعالیت‌های زیر بر جمع دارایی تاثیر نمیذاره؟ وقتی که وصول کنی مطالباتو یعنی وجه نقدت رو بردی بالا، از اون ور حسابای دریافتنی تو آوردی پایین، یعنی یک دارایی رو بردی بالا، یک دارایی رو آوردی پایین، اثر همدیگه رو خنثی میکنن. پس گزینه الف میشه پاسخ تست. دریافت وام از بانک، وجه نقدت رو برده بالا، دارایی تو برده بالا، وام پرداختنیت هم برده بالا، پس یه دارایی برده بالا، یک بدهی برده بالا، پس برای جمع دارایی‌ها تأثیر گذاشته و وجه نقد رو برده بالا، پس این نمیشه. خرید اساسی به صورت نسیه، خب اساسه رو برده بالا، از اون ور نسیه هم بوده، حساب پرداختنی هم برده بالا، پس در کل باعث شده که دارایی‌ها بره بالا و بدهی هم بره بالا، پس بی تأثیر نیست و دارایی رو برده بالا، پس اینم نمیشه، اینم که قطعا نمیشه. اینم از این. تست 5 و 6 رو شما برای من حل کنید و برام ارسال کنید. ما بقیه تست‌ها هم با ادامه تدریس بهتون میگم.